برادران عزیز، من امروز یک قهوه‌خانه می‌بینیم، رستوران انظور در شهر دوشنبه. من یکم مراتب آمده استادم، خیلی خوش آرا داده شدگی در اینجا آش نهار بوده است. من باید دعوت کردم. من بینید چه نمگیری ها اینجا آرامی باشد، همه جا نظم میشد، آباد میشد. من این درآمد همین رستوران طرف خانه های آقاش و فانتاناش حالا امروز بس حد نداده است. من آج آسته آسته ما همینه تماشا کرد شده رفت. من اینجا که کمتر داخلش و آبش بوده است. من این گل ها جای زیبا. من حاضر بعد نیم ساعت مردم میبیان صبح بر وقت از ساعت 8 آش میخورن، کمتر موسیقی های گوش میکنن، طبعش ها خوش میشد، سلامتیشان نظم میشد. این یک عنعنه خوبی تاجیک ها هست که من در همینجا من حاضر دویم قبطی همین طرف خانه با میبریم. اینجا برای مهمانان در علاهیدگی جای نشست بوده است. با جای نشست دیگرش هم هست اینجا. با نکن تالار کلانش رو میریم که مردم اینجا آمدن. اینجا تالار کلان همین بنا جای دستشویی. من تیاری برای قبول مهمون ها. سلام علیکم. انا این تاجیکستان به پیش روی آبادی. سلامت باشه تا 100 ساله شده. اشتهای نسل همیشه آمد.